سلام برای بچه، همونطور که از تایمنیل ویدیو دیدین امروز قراره تریلر ترسناکترین فیلم، حالا ترسناکترین فیلم جهان که نه ولی خب ترسناکترین فیلم یعنی فیلم راهبه قراره ببینیم. بله، یک راهبه مشاهده میکنیم داره یه چیزی رو میپره. از همین لحظه ترسید، پشم ماجی تکون خوردی دیگه. یا ابوالفضل ماجی چرا برعکس؟ نمیدونم نشانه چیه، بچه تو کامنت بهم بگه. یا خدا، پشمام ماجی الان هیچی نیست. من راهبه که دیدم، راهبه شیطانی، او ماجی میبینی؟ پشمام داره نفس میزنه، گاری خیلی ترسیده و نمیدونم راهبه کجا رفت. سریع داره میره بیرون، خود در رو باز کنه. حاجی نمیتونه، انگار یکی گلوشو گرفته. پشمام داره زمین بلند میشه. خب برای بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین و چنل ما رو لایک کنید، ساب کنید و زنگوله رو حتما فعالش کنید.